الله میفرماید اگر شما 5 وقت نماز همچون یکی از وظیفه های جانی خود اجرا کنید، پس پروردگار میگوید شما را من، یا گوییم که نماز شما را منع میگرداند از همه کارهای زشت و ناروا. اگر ما به این خاطره که نماز خوانیم که پروردگار برای ما گفته است که اگر تو 5 وقت نماز انجام میدهی، یقین دان که نماز تو را به راه نادرست رفتن نمیگذارد. این نمازی که تو 5 وقت میخوانی سبب میشود که تو یار و رفیقی بد پیدا نمیکنی. این 5 وقت نماز الله میگوید برای تو آنچنان یاردم میدهد که دیگر تو در مجلس های فسق و فساد اشتراک نمیورزی. این 5 وقت نماز برای تو آنچنان یاردم میرساند که تو دلیر و شجاعت و جسور و خدمتگار در راه دین میگردی. این 5 وقت نماز تو را با ننگ و با عار میکند، تو را صاحب ناموس میگرداند. اگر ما نماز به خاطر این خوانیم، به خاطر خوانیم که نماز ما را از همه کارهای بد باز دارد، به خاطر ریا نخوانیم، به خاطر پیران سالی ما نخوانیم، به خاطر که آن زمان ناامید میشویم، آن زمانی که دیگر ما به هیچ کس در کار نمیشویم، آن زمان اگر ما و شما عبادت آغاز کنیم، این حالت، این عبادت های ما و شما نقص در نزد خدا دارد. نماز ما باید از برای خدا خوانیم. حبیب خدا میگوید اگر تو 5 وقت نماز از برای پروردگارت میخوانی، از برای همچون اطاعت کننده فرمان الله میخوانی، به خاطر که حبیب خدا این سراج، این بشیر، این معلم میفرماید مثل صلوات الخمس کمثل نهر جار غمر على باب احدکم. حبیب خدا میگه نماز شما این جمله های زیبایی که از زبان من برآمده است، اینها را تحلیل هاشون خوانین و شما عاشق 5 وقت نماز شوین و این 5 وقت نماز به این خاطر اگر خوانین، من مکافات برای شما در دوام حدیث بیان میکنم. حبیب خدا میگه مثال 5 وقت نماز مثال یک نهری هست. نهر گفته ما و شما در همین لغت گویم که تاجیکی خودمان کلمه نهرم استفاده میبریم، همچون یک دریا. مثال یک دریای هست. ببین جارین غمرین، حبیب خدا مثل یک دریایی که جاری شونده هست، مثل یک دریایی که بسیار چقوری دارد. علی باب احدکم، در تصور کنید میگوید حبیب خدا که این گونه دریا در نزد دروازه هر کدام شما وجود دارد. یغتسل منه کل یوم 5 مرات. همچنان از حبیب خدا که نزد دروازه دریای داری، جاری هست، چقور است، در یک روز 5 وقت تو در داخل این دریا آبازی داری. در دیگر حدیث ها میگوید آیا بعد 5 وقت آبازی کردن در وجود تو از چرک چیزی باقی میماند؟ گفتن نه ای حبیب خدا. پس حبیب خدا گفتن 5 وقت نماز شما تمام گناه های شما را نابود میگرداند. این آبازی کردنی در دریا این تمثیل و این مثال این دارد. خدا رحمت کند حضرت ربیعه ابن مالکه فقیر بودند،
تاریخ میگوید ولد فقیرا عاش فقیرا و مات فقیرا. به دنیا آمد در عائله کم بغل بود، عائله بود که بیچاره ها هیچ شرایطی نداشتند. فقیر بود که بازم این فقیریش قناعت به سوی خدا داشت، همه فقیریش از پروردگار میدید. تولد شد میگوید در عائله کم بغل، عاش فقیرا، به وایه رسید، کلان سال شد، صاحب زن و فرزندم که شد، تا حال فقیری از او دور نبود، فقیر بود، نادار و بیچاره بود. خیلی فقیری را از سر گذرانیدن و در فقیری قناعت پیدا کردن کاری هر یک شخص نیست، کاری هر یک شخص نیست. و مات فقیرا، زمانی که میگوید از دنیا هم که گذشت، حضرت ربیعه ابن مالک از دنیا کم بغل گذشتند، هیچ مال و ملک از او به زن و عیال و فرزندش میراث باقی نماند، هیچ چیز نماند، همگیش از دست نیست، چیزی در خاندان نیست. باره میگوید به نزد حبیب خدا آمد و حبیب خدا میگوید دمی سحر بود، آمد ربیعه میگوید در پهلوش نشست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به جانب این ربیعه ابن مالک نظر کرد و گفت سل ما شئت، ای ربیعه یک چیزی بخوا که من در حق تو دعا کنم، بخوا یکان چیزی، چی میخواهی؟ حضرت ربیعه که عاشق الله بود، عاشق محمد صلی الله علیه و سلم بود، عاشق قرآن بود، گفت خود حضرت یک ساعت به رسول اکرم طاقت نداشت. همیشه میگو من دوست میداشتم که فقط در پهلوی رسول اکرم باشم، خانه میرم در خانه غمگین میشم تا چهره رسول اکرم اگر نظر نکنم. محب بودند، دوستدار بودند. میگوید آب طهارت بر رسول اکرم میداد، کفش‌های حبیب خدا را پیش پا میگذاشت. در جنگ ها میگوید نزدیک خیمه حبیب خدا بود، نزد دروازه خیمه خواب میکرد تا که دشمن اول از او گذرد و بعد بر رسول اکرم رسد. دفاع میکردند، اسلامشان دوست میداشتند، پیشواشان دوست میداشتند، پیشواشان در خلوتی تنقید نمیکردند، پیشواشان در پنهانی غیبت نمیکردند، بلکه دوست میداشتند. چی میخوای ربیعه در حق دعا کنم؟ حضرت ربیعه پروای دنیا نداشت، دنیا را میدانست که چیست، میدانست که دنیا چیست، بازیچه است، بازیچه است، طفل فریب این متاع دهر، به عقل مردمان که بر او مبتلا شود. نه لایق بر غرور است و نه عزم اعتمادی ها، نمی ارزد به این حرفی که کس گوید به من داده است. اونایی را میدانستند، اونا میدانستند که حال دنیا را بپرسیدم من ز یک فرزانه، گفت باد است یا خواب است یا فرزانه، یا مثال توده برف است در فصل بهار، هیچ عاقل دل نبندد با چنین ویرانه. اونا این دنیا را میدانستند. چی گفت؟ اسألک مرافقتک، حبیب خدا یگانه چیزی که میخواهم این است که در جنت همراه تو باشم. سؤال من از تو این است، خواهش من از تو این است، حبیب خدا دست بردار، دعای تو در نزد پروردگار قبول است. فقط خواهشم این است که چگونه در دنیا همراه تو بودم در جنت هم همراه تو باشم، اینم میخواهم. حبیب خدا چی گفتن؟ او غیر ذالک، ربیعه غیر این چی میخواهی؟
غیر این چی میخواهی؟ حضرت ربیعه تکرار به تکرار، فقط پهلوی تو را در جنت میخواهم، فقط همراهی تو را در جنت میخواهم. لیکن حبیب خدا چی گفت؟ اعینی نفسک بکثرت سجود. اگر گو خواهی که فردای قیامت همراه من باشی، خواهی که در جنت همراه من باشی، تو مرا در شفاعتم یاردم کن با 5 وقت نماز خواندن. مرا یاردم کن. گفت شفاعت من برای تو در روز قیامت به اذن پروردگار، خواهی که اجرا شود در دنیا به نماز مرا یاردم کن، از نماز دور نباش. حبیب خدا گفتند اگر شما نماز از برای خدا خوانید، در این یگان مقصد و غرض نداشته باشید. نماز باشد که صدقاً از برای خدا باشد، نماز ریایی نباشد، نماز خودنمایی نباشد، نماز ناامیدی نباشد. دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. نماز بسیار خوب خوانید. حضرت ابوبکر صدیق نماز میخواند، صحابه های گرامی میگفت مثل چوبی را که در زمین میخلانی مثل همون حرکت نمیکرد، میترسید. حضرت علی رضی الله عنه را نمازخوانیش در کتاب صحابه ها حکایت میکند، در بالای جای نماز میلرزید وقتی نماز میخواند. امروز این بی پروایی ما و شما را فرا گرفته است. در بالای جای نماز با الله صحبت داریم، پروا نداریم. نمیدانیم که ما کدام امر اجرا کرده ایستاده ایم، در پیشگاه کی ایستادگیم. دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. جسم در خانقاه و دل در سیر، این چونین بندگی چی خط و چی خبر. دست در سبحه زبان در یاد، در دست من تسبیح، دست در سبحه زبان در یاد، دل در انجام دنیوی فریاد. ظاهر خود حرقه پوشی ها، ظاهر من اگر ببینند، کسی که بیند میگد این مولوی است یا یگان شیخ است یا یگان صوفی است یا یگان ایشانزاده است. ظاهر خود حرقه پوشی ها، باطن خود مکر و فریبی ها. این چی طاعت چی بندگی باشد، مردنت به که زندگی باشد. حضرت صوفی الله یار در مسلکش گفتند اینا را برای چی ما را گفتند؟ مردنت به گفتند، سخت گفتند، به خاطر گفتند که ما بیدار شویم، به خاطر که ما عبرت گیریم که ما چی کار کرده ایستاده ایم، ما چی وظیفه داریم. این نماز چی مهم در نزد پروردگار است تا که از مهم بودن این ما درکدار شویم. نماز من از برای خدا باشد. در دوام حبیب خدا چی گفتند؟ از جمعه تا جمعه، از جمعه تا جمعه، جمعه گذشت از ما و شما، باز جمعه نوامد. از جمعه تا جمعه، این جمعه که آمدین، این جمعه هم اگر از برای خدا نباشد شما پاداش نمیگیرین، شما اجر نمیگیرین. جمعه من فقط از برای خدا باشد. جمعه من به خاطر این باشد که روز جمعه روز عید است، روزی هست که از عید قربان و از عید رمضان دیده بالاتر و افضلتر است. این روز روزی برای من باشد که حدیث های رسول اکرم میگوید ساعت قبول دعا دارد. این روز باید که من منتظر باشم و این روز همیشه در آرزوی من باشد که تیزتر آید. جمعه را به خاطر آیم که هم نماز جمعه ما ادا کنم، هم پند و نصیحت را گوش کنم. از جمعه تا جمعه. لیکن جمعه دا آیم و 5 وقت نماز نخوانم، یا جمعه را آمده در اینجا با جماعت خوانم لکن در محله مسجد است، در مسجد جماعت اشتراک نکنم. سخنهای کمال خودجندی به مسجد هفته از تو کجا یک سجده واحد؟ یک بار می آید،
در یک هفته یک بار میای به مسجد، هفته از تو به مسجد، هفته از تو به مسجد، هفته از تو کجا یک سجده واحد که در آینه زاهد به 6 روز دیگر فاسق. حضرت گفتن میدانین که چیکار کرده ایستاده که در آینه زاهد به 6 روز دیگر فاسق. از جمعه تا جمعه، از رمضان تا رمضان، حبیب خدا گفتن مکفرات ما بینهن. از نماز تا نماز، از جمعه تا جمعه، از رمضان تا رمضان، پروردگار گناه بنده را مغفرت میکند. هر وقتایی که اگر ما دیده و دانسته گناه نکنیم، دیده و دانسته گناه نکنیم، خداوند آن لغزش و آن سهوایی که داریم همگیش از ما و شما میبخشد. به خاطر این بشارت حبیب خدا از پروردگار مسئلت دارم که خدای مهربان از جمعه گذشته تا این جمعه آن لغزش هایی که از جانب ما، این قوم ما گذشت، خدایا همگی را مغفرت بگردان. خدایا همه عبادت های ما را بی ریا گردان. عبادت های ما را از خودنمایی، از خود بیگانه پرستی، خدایا خالی بگردان و خدایا ما را در رحمتت شامل بگردان. خدایا ما را روز قیامت همراه پیغمبران، همراه شهیدان، همراه مجاهدان، همراهان عاشقان مسجد، محبان الله محشور بگردان و خدایا خاتمه کار همه ما بندگانت را به خیر بگردان. خدایا در دل همه ما بندگانت محبت ذات خودت، محبت حبیبت، محبت قرآن و اسلامت را زیادتر جایگیر بگردان و این جمهوری ما را پروردگارا آباد و زیبا بگردان. رئیس جمهور هم خدا در حفظ امانت نگه دار که برای بهبودی و برای مشکلات ها را از بالای مردم دور کردن سعی و کوشش ها دارد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا توفنا مع الابرار. آمین یا رب العالمین. برادرای خیلی عزیز و گرامی، ما یک چند جمعه از پی تبابت و بهبودی های این ساختمان نو بودیم. اینک این بعد قریب 5 جمعه اولی ماه است و ما موعظه داشتیم، اگر یادتان باشد، تفسیر سوره والضحی بود. والضحی واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما تا این آیت قرآن تفسیر کرده آمدیم و آیت رسیدیم الم یجدک یتیما فآوی، که معنا این است که آیا ما تو را نیافتیم یتیم و ای رسول اکرم، آیا ما برای تو جایگاه مأوای آماده نکردیم؟ اطراف این آیت قرآن ما صحبت نداشتیم و انشاءالله این آیت مبارکه را من جمعه آینده انشاءالله برای شما شرح میدهم، برای شما وصیح میکنم، زیرا که 3 یا 4 آیت دیگر از این سوره باقی مانده است. اینم به تکلیف چند برادرهای بود که
در بین کنده شد، لیکن انشاءالله زنده و سلامت باشیم. این سوره مبارکه را تا به آخر من به شما تفسیر میکنم و خیلی سوالهای زیادم نزد من جمع شده است که چندین جمعه شد که ما فقط موعظه موضوع داریم، از سوال و جواب ها هم خیلی دور موندیم. به این خاطر من خواستم که این جمعه برادرای ما، بعضی مهمان ها در این جمعه ما و شما اشتراک دارن. اولا از خداوند مسئلت دارم که پی قدوم همه این مهمان هایی که من زیارت کردم یا زیارت نکردم، همگیش خداوند در این شهر ما و شما مبارک بگرداند. صحت و سلامت آمدن، آن نیت ها و آن بهبودی هایی که در دینشان میخواستند، خداوند موافق نیت هاشان جزای نیک به اینها نصیب گرداند و صحت و سلامت خداوند به خاندانشان رساند.